دوستان عزیزم سلام. برای ثبت شرکت تو استان بریتیش کلمبیا یا همون بی سی، خب یکی از در واقع مراحلی که باید انجام شه اون اسم رو قبلش ثبت کنه. قبل اینکه اصلا شرکت ثبت شه باید اسمش ثبت شه. و خب اولین کاری که من همیشه انجام میدم توی گوگل سرچ میکنم. اگه سرچ کنیم بزنس نیم رجیستریشن بی سی، اولین سایتی که میاره خودش هم دامنش اینه .gov.bc.ca. خب اولین لینک باز کنیم همچین لینکیه و یه سری اطلاعات راجع به ثبت اسم شرکت در واقع هستش. اینکه چجوری چه اسم انتخاب کنیم، قوانین چیه و اونو در واقع حالا درخواست بدیم که ثبت کنن. یه سری توضیحات اینجا زده، شما میتونید حالا مطالعه بکنید. یه سری قوانین داره برای نوشتن یه اسم. مثلا گفته شما نمیتونی اسم کلی برای شرکتتون بذارید، مثلا تایر شاپ LTD قابل قبول نیست، ولی مثلا یه اسمی بیاد پشتش، اینجا میبینید که اومده مثلا گفته این احتمال قبولیش بیشتره. خب بهش میگن distinctive element، یعنی اون جدا کننده، مجزا کننده است، از اون حالت کلی تر به حالت جزئی تر میبره. یا مثلا شو استور اینجا گفته لینداس شو استور. و این نکته بعد که باید یه descriptive element هم داشته باشه که مثلا توصیف کنه یه جورایی نوع اون بیزنس چیه. مثلا اینجا فرنی بریک شاپ، این بریکش مربوط به مثلا یا استیشنریش یا فیث و تیچینگ و اینا. خب شما باید بذارید توی عنوان اسمی که میخواید براتون ثبت بشه. خب اینجا مثلا اومده گفته که این خب descriptive word مثلا باعث میشه که دیوان ریجکشن اسم کمتر بشه. حتی اینجا یه مثالی گفته اگه شما جان هتل رو درخواست بدین و یکی جان INN هتل و جان INN رو از قبل داشته باشه، درخواستتون ریجکت میشه. و چون مثلا حالا descriptive word اینجا مثلا نداره. حالا اینجا خودش هم یه سری اسمو پیشنهاد داده تو حوزه‌های ماشین، مثلا اتوبادی، مثلا میتونید بذارید رضا اتوبادی، خب یا مثلا رضا کالیژن، حالا هر چیزی تو حوزه‌های مختلفتون. رضا مثلا دامستیک. خب اینا به اینا میگن descriptive element که توصیف میکنه اون در واقع اسم اون بیزنس نیمتون. حالا توضیح هم دادین، اینجا میتونید نمونه ها رو خودتون بیاید ببینید. آدرسش هم که از این آدرس هست. حالا سرچ گوگل نتیجه رو میاره براتون. حالا اینجا راجع به انواع شرکت و اینا نمیخوام صحبت کنم، صرفا برای ثبت اسم میریم مرحله بعدیش که سابمیت کردن اسم. خب شما اینجا یه آدرس کانادایی هم میخواید که اونو میتونید از آدرس های ویرچوالی که هستش استفاده کنید و اینجا وارد کنید. حالا میپرسه نوع شرکتتون چیه. مثلا من اینجا حالا میپرسم که تا این شرکت وجود نداشته و میخوام شرکت جدید ثبت کنم. تایپش رو میپرسه، تایپش هم اطلاعاتش حالا اینجا بزنید میپرسه. حالا من این کورپوریشن لیمیتد کامپانی میزنم تو دسته کورپوریشن که حالا خب خیلی بیشتر ثبت میشه. تفاوت عمده‌ش هم با مثلا در واقع حالا پارتنرشیپ اینه که خب لایبیلیتی یا اون در واقع مسئولیت‌های حقوقی کمتری دارید، ولی اینا مثلا اگر شرکت بدهکار باشه همه پولش رو از خودتون میگیرن، ولی این اندازه شیرتون اون اندازه در واقع اون سرمایه ثبتی شرکت شما نسبت در واقع پرداخت کنید. حالا اینا در ویدیوهای جداگانه بررسی میشه. مثلا ما همین لیمیتد کمپانی برای کورپوریشن میزنیم و خب اینجا میگه عددی میخواد باشه یا اسمی باشه. خب ما مثلا نیم رو انتخاب میکنیم و خب اینجا یه اسم میذاریم. مثلا میخوام حالا نمونه بهتون مثال بزنم ببینید که چه ارورایی میده. رضا کار.
این هم حالا کورپوریشن نه در واقع نوع دزیگنیشن رو میزنیم. خب اینجا اسم شبیه هم میاره، اینجا اگه مشکلی داشته باشه. خب این اوکی، ready for review. حالا مثلا اگر بذاریم فقط رضا، حالا که چک میکنه، خب مثلا descriptive element نداره. 40 تا اسم شبیه این در واقع پیدا شده که حالا میبینید دیگه چجوری. خب ما همون بذاریم مثلا رضا کار و check this name submit by review. اینجا مثلا گفته. حالا اینجا یه خوبی که داره اینه که شما 2 تا اسم پیشنهادی دیگه هم میتونید بذارید که اگر اولی ریجکت شد بره دومی و سومی رو بررسی کنه. خب مثلا ما میذاریم، چون میره بررسی میکنه، بررسی در واقع کامل تری میکنه، اینجوری نیست که همون موقع آنلاین بررسی شد. حسن کار، حالا دیگه میذاریم دیگه اینم اپریشن. خب حالا اینجا آدرس، حالا من اینجا آدرسی که ندارم، فقط یه آدرس در واقع رندومی انتخاب کردم و حالا پرسیدم از چت جی پی تی، اینو من میذارم اینجا به عنوان آدرس مال بریتیش کلمبیا که فقط بره مرحله بعد. حالا اسمو میذاشتیم خب سیتی ونکوور، پروینس بریتیش کلمبیا، کشور، یه زیپ کدم میذاریم. و میره مرحله بعد. خب اینجا کانتکت اینفوی داره، آپشنال هم از زده، اونایی که آپشنال میتونید بنویسید میتونید ننویسید، مثلا سیلینگ کار، اونایی که آپشنال باید بنویسید. اگر بخواید پرایورتی ریکوست در واقع اولویت بررسی داشته باشه و تو 1-2 روز انجام بشه $100 باید بیشتر بدید، اگه نه که خب شاید 4-5 روز 7-8 روز طول بکشه، این بستگی داره. اینجا هم که گفته شما، اینجا شماره ایران هم حتی میپذیره، مثلا بذارید اینجا می آدرس. خب اینجا گفته که 5 روز طول میکشه. خب اینجا دیگه اینجا پرسیده اطلاعات و کانتینیو پیمنت که بزنید $31 هم شده، $32.5 شده و میره مرحله بعد. حتما یادتون باشه آدرسی که وارد میکنید آدرس چیزی ثبت شرکت باشه، یعنی بعدا میخواید اون رو ثبت کنید که میتونید از آدرس های ویرچوال هم استفاده کنید که خیلی هم محبوبه تو کل دنیا. حالا اینجا هم که I'm not a robot میگیره و میره برای مرحله پرداخت که اینجا حالا اطلاعات کارت با وارد کنید و پرداخت کنید. بعد چند روز ایمیل میاد که میگه خب این در واقع اسم ثبت شده، اوکی یا ریجکت شده و به شما یه داکیومنتی هم میده که بعدا میتونید استفاده کنید. موفق و مؤید باشید.